درباره مال بیت المال هم رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک کسی در جنگ بود و گفتن فلانی کشته شده است. آمدن که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم خوش بال فلانی که بهشتی شد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کلا والله، نه قسم به خدا من امیال میبینم که آتش بالای روشن شده است. فکر بکن با رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، با کافر جنگیده کشته شده. رسول علیه السلام گفت نه، گفت چون یک پتوی پیش از اینکه مال تقسیم بشه از مالای غنیمت یک پتو را برای خود شخصی برداشته بود. حالا فعلا در ما فعلا آتش بالای روشن است. خیلی مال بیت المال احتیاط میخواهد. فکر نکنیم، مسئولین حکومت رو هم میگم، فکر نکنن که پرسان حسابی نیست. نه، الله تو پرسان بکنه که حیران بمانید. موتر زیر پای تو موتر حکومتی، برو برای خانه خود آب ببر. کی گفته این چیز را؟ اجازه نیست، این شریعت اجازه نمیده ایران. یا به شخصی خود برو مراسم عروسی داره استفاده کنی مال را، این مال روان نیست.